اتحاد خودمون رو برای دموکراسی در ایران نشان بدهیم. تحویل میدن از خانواده ها تعهد میگیرن که برای اونها هیچ مراسمی برپا نکنند. دولت ایران حق داره راجع به نقض حقوق بشر در فلسطین و اسرائیل، عراق و افغانستان صحبت کنه. دنیا هم حق داره و میتواند راجع به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض بکنه و این دخالت در امر داخلی نیست. آنچه که در ایران اتفاق میفته قلب هر انسان آزاده ای رو به درد میاره و از این رو ما از مردم آزاده جهان میخواهیم که با مردم دموکرات ایران و صلح طلب ایران همدردی کنند.